با درود فراوان، احتمالاً شنیدید که میگن اولین مرتد در اسلام یکی از کاتبان وحی بوده به نام عبدالله بن سعد بن ابی سر. اما آیا این جمله درسته که عبدالله رو ما به عنوان اولین مرتد در اسلام معرفی بکنیم یا اینکه خیر؟ آیا قبل از عبدالله بن سعد بن ابی سر کسان دیگری مرتد نشدند؟ آیا اولین مرتد عبدالله بن سعد بن ابی سر بوده؟ بریم به سراغ کتب تاریخی اسلامی ببینیم چه پاسخی دستگیر میشه. میریم به سراغ کتاب سیره ابن هشام در جلد دوم صفحه 881. میگه و از جمله ایشان یکی آن بود که دبیری پیغمبر علیه السلام کردی و وحی نبشتی و بعد از آن مرتد شد و از مدینه بگریخت و به مکه آمد پیش قریش. یعنی عبدالله بن سعد بن ابی سر در دوران مدینه از اسلام روی برمیگردانه و دوستان عزیز هم میان عبدالله رو به عنوان اولین مرتد معرفی میکنن. یعنی تا قبل از دوران مدینه کسی مرتد نشده. آیا درسته یا خیر؟ در کتاب تاریخ کامل جلد سوم از آقای عزالدین ابن اسیر در صفحه 1178 این گونه آمده: سوده زنی بیوه بود و پیش از پیامبر همسر سکران ابن عمرو ابن عبدشمس برادر سهیل ابن عمرو بود که اسلام آورد و به حبشه کوچید، ولی در آنجا به کیش ترسایی در آمد و هم بر این آیین درگذشت. بله، پاسخ چه شد؟ اولین مرتد در اسلام آقای عبدالله بن سعد بن ابی سر نبوده، بلکه سکران همسر اول سوده بوده. یعنی زن پیامبر قبل از پیامبر همسری داشته که از اسلام خارج شده و مسیحی شده. لطفاً این ویدیو رو به اشتراک بگذارید تا این گونه اشتباهات باعث نشه که مبلغین شیاد اسلامی بخوان از همچین اشتباهاتی نقد اسلام رو، منتقدین اسلام رو زیر سوال ببرن. پس متوجه شدیم که اولین مرتد در اسلام آقای عبدالله بن سعد بن ابی سر نبوده. زنده باد آزادی که در گروی آگاهی است، پاینده ایرانمان و برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید.